این دعا دستور است که در موقع گرفتاری و مشکلات فقرا پیوسته مشغول باشن. برای اونایی خب سوادشون کمتره یا حافظشون ضعیفتره، همین دعای معمولی که یا رب بلا بگردان به حق شاه مردان، به حق شاه مردان یا رب بلا بگردان. اونهایی که توانش دارن هر صبحی 49 مرتبه این دعا رو بخونن. یا خفی الالطاف نجنا مما نحذر و نخاف به حق رجال الاعراف. 49 مرتبه بعد از نماز صبح. یا خفی الالطاف نجنا مما نحذر و نخاف به حق رجال الاعراف. و این دعا هم بعد از نماز صبح دستور هست که فرد حی قیوم ان جندنا لهم الغالبون. فرد حی قیوم ان جندنا لهم الغالبون. این دعا در 12 روز، هر روزی 12 مرتبه خونده بشه برای رفع مشکلات و بلایا. و بحمدالله همطور که چون از در کار هست اثر بخشه و اثرات مشهوده. الحمدلله.